قوی ترین ارتشای جهان قسمت اول. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سریع بریم سراغ کار. قدرت اول نظامی دنیا همونطور که هممون میدونیم کسی نیست جز ایالات متحده آمریکا، یا بخوایم با کلاسش کنیم United States of America، که چند تا شاخه داره. این ایران واقعا برای خودم اول جذاب بود. یه دونه فقط ارتش نیرو زمینی هوایی دریایی زمینی نیستش. ارتش آمریکا چند تا شاخه داره. 1 نیروی زمینی، 2 سپاه تفنگداران آمریکا، نیروی دریایی، نیرو هوایی، نیرو فضایی و گارد ساحلی، که شاخه های ایالات متحده آمریکا هستن. فرمانده کل قوا رئیس جمهور جو بایدن، وزیر امنیت آقای ماریو کاس، وزیر دفاع ژنرال لیو داستین و رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح چارلز برایون. سن سربازی 17، بارزت والدین 18 برای خدمت داوطلبانه. آمریکا خدمت سربازی اجباری نداره. نیروهای فعال ارتش آمریکا 1,361,755 نفر نیروی نظامی فعال داره و 850,880 نفر نیروی ذخیره داره. ارتش آمریکا تو جنگ‌های زیادی شرکت کرده که اگه بخوایم در موردشون صحبت بکنیم خیلی زیاد میشه. خلاص بخوایم در مورد ارتش آمریکا با هم صحبت کنیم، ریاست این نیرو بر عهده رئیس جمهور آمریکاست که از طریق وزارت دفاع و سیاست‌های نظامی این کشور رو تعیین میکنه. وزارت دفاعی که بخشای دولت فدرال آمریکاست که وزیر دفاع ریاست اون رو بر عهده داره. وزیر دفاع یک شخص غیر نظامی و یکی از اعضای هیئت دولته و شخص دوم در سلسله مراتب فرماندهی پس از رئیس جمهور محسوب میشه. برای هماهنگی فعالیت‌های نظامی ما به موازین دیپلماتیک نهادی به نام شورای امنیت ملی به عنوان یک ارگان مشورتی برای رئیس جمهور وجود داره که رئیس اون و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا نامیده میشه. ستاد مشترک هم یک شورای 8 نفره است که نقش مشورتی رو برای رئیس جمهور و وزیر دفاع بازی میکنه و تمامی اعضای شامل فرماندهان نیروی زمینی، دریایی، تفنگداران و همشون با هم محسوب میشن که به انتخاب رئیس جمهور و تایید سنا باید برسن. بودجه نظامی آمریکا در دنیا اوله و تو سال 2021 رتبه اول داشته. همیشه اول بوده، حالا زیاد سالش مهم نیست. آمریکا در سال 2021 805 میلیارد دلار بوده و به مراتب سال مختلف افزایش پیدا کرده. ایالات متحده آمریکا بیش 700 پایگاه نظامی تو 36 تا کشور جهان داره. مثلا در آلمان 70,000 تا سرباز داره، تو ژاپن 47,000 تا، تو کره 32,000 تا، تو ایتالیا 12,000 تا، توی بریتانیا 11,000 تا و تو خاورمیانه هم که الا ماشاءالله نزدیک 20,000 سرباز داره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. لطفا کانال ما رو دنبال بکنید. بای بای. سال نو هم مبارک، سال نو میلادی.